بار رخینن ولی من قاضی گو ولی من رخینه و برخستن و اول برای ترر با در افراد تین نبرا و خوبین هر تین نبرا گوشته و بیبله و ببرنه دیگر مثل اون بر هنه بالا خیخواه چراغ تا نو، برق تا نو، روزگار تا نو، لامپا تا نو، دیوار کور تا نو، فانوس تا نو دور قدیم رونه مندای از شاوتان یک لحظه پیسوز یک لحظه دوستانی یک لحظه یک لحظه کلی دوستانی آقا صرفو یک جباره حیث جاب داده رونه مندای حیوانات جاب داده چه کرد آقا کس لگی و تاقاتن اول ولد شد وارد نفرنا خبر کرد خسته خواستم گو چیه بوجون گفت لفلان در مجلس که اون هر نفرنا خواسته نوی هنده خسته خواستم گو اگر دعوت خواهی مبارک اگر روزانی خواهی خواهی قبول که اگر تعذیتی خواهی رحمت که هم مسافری گرهنده سفری گو برهنده بود مال شدی چهار را لبری بسد بلتا پیتلک باقی نکرد گو برهنده گو بوجو برهنده نرده گو برهنده آقا وارد شو در وقت شو این کسرانه یک لبی کنجا روش یک لبی کنجا برو سفرانی لبرای افغانه آب گوشته خواه خارن آب گرم آنی دسته خواه شیشتر جوانی شیشتر آب وقت گرم که دست شیشتور لجم دسته خواه شیشتور لجم خسته خواستم داری یک لجم سفرانی داری تو سفرانی من نگو برم نرانه خفه حال هر از تار مالی باید آقا سفرانی باز داشتی دو ساله بیالانی آنی دست بیا بازی قرد تا که گشته دست بیا حالستی ها مانند چاکر لبیا رونه قاضی رو گفت چه خبره گفت از گذارت این شب نسلی به آخر زمان ظهور کردی عجل دست شرکه خواهده بید گفت تو نخطين اعتبار اي فردان هاي بقدام ذا يباه ليلاني قد يرجعون مالی و بشارد گوهد قوا که جام بوش آب روی جام بوش آب که دستان داشتن آب گرم و روی جام بوش گفت و جام بوش آنی یک جمع داری یک جمع به حساب سفر لیدانی قوا تریف نخطف بدیم بروشه و قصنا گوشی و دوید ما اگه آب گوشت مالی و بشارد شما و لبه و عرفیشه
آقا وارونه منده باشی که نده روی آیه قرآن میگه بسته همجا بسته شد این پیرمرد این پیرمرد مقصود آقایون رفقا ببخشید خیلی معذرت میخوام خیلی ببخشید انسان آقایون رفقا دور بر هم جمع بشینی یه نفر مهمان آمد این جلسه باشه که حد باشه میگه اکرم الزید ولو کان کافرا مهمان را گرامی بدارین مهمان را گرامی بدارین نه برای اینها هر جا عرض بکنم یک وقت نگین همراه برای اینها میگه نه مهمان را گرامی بدارید گرچه کافر باشه مامانه رفقا در برد اردبیل پیرمرد و حاصل سبیل قد و خمیده لیسه بدار خیلی خود دیاره اولادم خدا بهش نداده ابتر ما به حساب نفس خودو بود به اون کسی که به حساب بچه نداره بهش میگیم خروجاق ولی عرب میگه ابتر که آیهی برای پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و سلم نازل شد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر مخالفین دین پیغمبر در این ولایت اردبیل تل بلندیه اون طرفترش یک به حساب چیز داره چمنزار خیلی خوبی هست آقا چشمه خیلی خوبی هست ولی مخالفین دین پیغمبر این معصوم زاده را زدن از همدیگه متلاشیش کردن آقا روزی از روزها پیرمرد نیسافید دار کنه پوستی رو داره انداخته به دوشی شد یک تخبوس دربیه که اون طرف همسر او از این پیرتر و از این مفلوکتر شب یا شبها رفت بخواب گفت آی خدا من را یا به حساب ناامید نکن یا دارام کن نه اونجوری که بدی من از راه منحرف بشم یا اولادی به من بدی رفت توی خواب این پوستی کشید آقا پوستی کشید دوستر شد سگید رسید به سر وقت علی اگر بخواهید احمد جون برای بخواهید برو خدمت شاه سفیده حرکت کرد آقا عصایی برداشت پرس نارنجو اگر دستم بسد بر شرخ گردان از این پرسم که این چین است اون شد یکی را میدهی سگ گونه نعمت یکی را قرص جو آغشت در خود پیرمرد به حاصل سفید آقا حرکت کرد باش نارنجو برداشتم خدمت شاه سفید انتظاری و تظر کرد برگشت آمد گوش کن در 70 ساله آقا به حساب مثل اینه که شعبتی جوانی تازه این رو بگی از نو از سر گرفت با عیال خفت خواب کردن نتوانیش 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه خواست امر بر این عیال به وجود بیاد
عالمدد آدمدد آقا رفت یک تا به حساب از به حضور سرور عبدالسه تا به حساب از این زنمنه های پیر آورد گفت چیه؟ گفت ایال من اولادش به عمل میاد گفت برو رد کار نبود در 70 سالگی میشم شکلی گفت برو رد کار گفت نبود آمدن هی الان میشه هی ساعت دیگر میشه از این دایه ها دوتاشون رفتن الباقی یکی مرد رسیده چیزی نمونده به سوق و صادق رسیده و نرسیده اولاد خدا به این پیرمرد به ایال پیرمرد اولادی بهش داد پسر آلت پسرش درسته ولی هر دو دست از اینجا نیست کلم از اینجا نیست هر دو پایم از اینجا نیست آقای این اولاد اینم اولاد به مثل تیکه گوشتی ولی آلت پسرش درسته گفت مال بزیش صاحب آقا در همین نیمی شب رو شستو شوشتا مسلمانش کرد چه اسم گذاشت خسته قاسم آقا اینو برداشت برد خدمت شاه سفیده انداخت گفت مال بزیش صاحب من بزیش صاحب من آمدم خدمت شاه سفیده زاری و تضرع کردم تو از خدای خودت درخواست کردی تو از خدای خودت درخواست کردی همچک اولادی که هر دو دست داره هر دو پا داره کلم میداره مال خودت اصابت منم به صحبت یک نفر گفت آی خدا کلان ندارم یک کله برای من بفرست یک نفرم تو حیاتش کوت حیوانی بار میکرد یک کله تو کوتا بود بابی برداشت هم کرد یه بابا 20 سال از این گرفت یه برداشت نگاه که تمام کوت حیوانی برداشت گفت خدا من کله است خواستم اگه این کله میذاری خوبه بودی به جبرائیل به سرش کنم ولی من خوب نیست برای جبرائیل خوبه حالا این بعد حالا این گفت حالی فردا که من داده من بودم بدوسی هم بودی با خودت بیزار دارم از این برگرد علی علیه السلام نمیدونم در کدام موعظه بود در کجا در کدام شعمه بود در کجا بود و رسید به سر وقت این عرض باشد تیکه گوشتی که در خدمت شاه سفیده انداختن خسته قاسمه در سر از آسفیر عبا گذراد افتخاصی که از خداوند تبارک و تعالی عرض بنده اینجاست که شاعر اینجاست شعری ساخته بنده عرض میکنم خدمت سروران به سلامتی هزار مجلس کلهم اجمعین متازن نون حالم خدایم جگی جگی ای گل والله متازن نون حالم جگی جگی همون یک در بابش جانم جگی جگی جانه جو
قرآن مجید اگر والله هیچ بنده محمد خدا درگاهش دعت من نامی های نامی آخ نامی ای خدایم دیگه ای خدایم دیگه آخه اگر والله bir zerben nedeni bitti ejderhacı aman acık ay خدایم دیگه ay وقتی که علی علیه السلام آقا از خدا درخواست کرد از معجزه علی از مشیت پروردگار عالم از زیر عبای مبارک علی بر شکاک علی لعنت بر منکر علی لعنت بر محمد بر اهل بیت محمد صلوات از زیر عبای مبارک علی جوانی بیرون شد که به دست قرص آفتاب به دست پنجه آفتاب علی علیه السلام با دست مبارک از حوض کوثر باده برداشت داد به این خسته آقا و الله جان عبسر کشید نه سر داشت نه پا داشت دست داشت آقا شد جوانی به دست پنجه آفتاب علی به دست خودش از حوض کوثر باده برداشت داد لاجرعه کشید خدا را قسم بزن به اسمت زهرا آیان که دور بر همراه را گرفتن علی با دست خودش از حوض کوثر باده برداره یکان فردن فرد باده بده آقایون لاجرعه به سرشون بکشید باده هم از اون قوری برای با بیایم حساب از او باده القاسم جون جانا تو باید متولی باشیش که شاه سفیده بشی گفت چیزی ندارم باید گنبد و بارگاه و روزگار و اوضاع و تجمبرات این سره رو تا پیاده کنی گفت چیزی در بساط دارم گفت تو به اندازه یک بیل بردار که به اندازه یک کفگیری باشه یک کویکر باشه کار نداشته باش تو یک بزن به زمین کارت نباشه به اندک زمان آقا امیر مومنان از نزدیک قایم شد به اندک زمان گنبد و بارگاه و تجمبرات و گلداسته و نهال کاری و بنیاد ساختی که انه مهم ماره بهش نگاه بکنی آقا این شاه سفیده شهرت پیدا کرد هر فردی آقا حرکت میکرد و مرفت به زیارت از این وقتی که برای پیرمرد گفت یک تریشمن برارم دکار یکی زیارت شاه عبدالعظیم یکی دیدن یار هم برای زیارت بکنم هم گوشتی که بردم انداختم بزنم چیکار کردم چیکار نکردم
وقتی رفت نگاه کرد یک صحنه پیاده شده که انه حور العینه. آقا رفت لب چارحوز اردگه ها را دید و عرض با چارحوز عالی کشیدن، آبپاشو گذاشتن، مهمانی کیف باید بکنی. آقا اما یک جوانی و مثل قرص آفتاب میدرخشه، میگه به حساب مهر محبت این جوان چنان در قلب این پیرمرد جا گرفت، چنان جا گرفت که مهمانی. آقا این به حساب جوان هر طرف مره، پیرمرد مره برخورد میکنه به این، از این خیابانش مره از این طرف جلوش میگیره، از این خیابان مره جلو میگیره، از این خیابان مره جلو میگیره. آخر قاسمه برداشت رو را گردن به طرف پیرمرد و حاصل سفید. پیرمرد جون گفت جانا، گفت اگه گم کردی داری؟ گفت نه خیر. گفت پس چرا؟ من از هر خیابان میرم تو می برخورد به من میکنی. خب بگن آخه چی بود؟ گفت من خداوند تبا این وقتی که من آمدم اینجا به این نظر کردم، نه گنبدی داشت، نه به حساب گلدستی داشت، نه نهال کاری داشت، نه روزگار داشت، نه اوضاعی داشت، ولی از اون روزی که خدا همشه یک معجزه به من نمودار کرد، من آوردم اینجا انداخته و برگشتم از اون طرف به این طرف، این شهرت پیدا کردم، گنبد و بارگاه و گلدسته مقصود. آقا همشه سنه مقدق آسمد بین را انداخت، جارو را انداخت، اون مشک که بدوش داشت آب پاشی میکرد انداخت، دست انداخت به گردن پدرم دست انداخت به گردن پدر. سوره گرفت آنه من با یایو گفت بگه دیومی حیاتون نگو حیا. گفت مادرتم هست. گفت خیلی خوب. آقا این شب را اینجا موندن، صبح صادق شده و نشده. آقا چیزی نمونده به حساب ملا حرکت کنن برای نماز که اصلی داشت شده سری بمشی داشت حرکت کرد. از برای ملاقات مادر دوباره که رفتی رسیدن از سر کوبا پدر آمدن، رسیدن دم دروازه. اوغان جان جانا شما همینجا باش، من برم یک مدت تسلی بدم. از در بار شد در سند پیرمردی، آی گفت زنکه جون، آی همسر جون، آی جگر جون، آی یاد به نوره. گفت برش کن خدا جیبت بکنه، خدا ناموتت بکنه. گفت برو رد کاره. گفت چرا؟ گفت دیروز خدا باید یک معجزه نمودار کرد. گفت بیا جلو، اول ما چک بدن. گفت بگه گفت جانا، گفت اون گوشتی که بردیم دمه به حساب و ما خودم موجود نمودار کرد، بردیم توی به حساب خدمت شاه سفیده انداختیم برگشتیم. اگه جوانی باشه حمایل کرده باشه و اصل سوار شده باشه دم حیات باشه صداش بزنم بیاد توی حیات چکار میکنی؟ گفت برو رد کاره، خدا از نیست خلقت میکنه. اون که بودید نه استحکام بزنه کرده که مردی که از آفاده را گفت قاسم جگر. وقتی که وارا شدن خوشحال و خرم قهقه میخندیدن. همساده دارن دختری خیلی خوبی به اسم ککلی خالا، به لفظ کنی بگه که های چابر قرقاشی بیکل بران چاکسگاری بخواه گذرا بلک و بای چبی چه قچک حوزه که فکک گشک چنان قچکه که نقلکی ناکوی بیا. دقیق یوک بلند شد، نگاه کرد از روی پشت بام همچنون تخمیه نگاه کرد. عرض باشه خدا بده برکت، مثل مرق سبکو خود را پرد کرد این طرف. خدمت پسرستا چیه؟ تیر عشق به قلب من جا گرفتم، بالکل ماولا نیستم به علی اگه بیرش کنم.
لیلو آیا تیری بله آهای برو تیری بله یومین نچی کم سر قرا سر بله ککری جان آیا دی سر بله های اقراه رنده دن ما کفر علی بله آهای دی ارمله آهای شبیل باوشیده ای آخی یوسف که به نیسال محمد زندانه آهای دی زندانه آی جمیل باوشیره دل بایی ککیل یادگی آی ککیل یادگی مخواهی سری میکش کد قطار نوه ها آقا فوری کشی تاج جسد تخمومی خواه ورکه جسد تخمومی بیا ورکت جسد تخمومی خواه که چویم مال آقا با جلسی اسم خواستی بسته کیان دیسه چویم شاه سفید خدمت شاه سفید اول بدن نکرد در سری شبه با تا نصف شب ها تا کجی در این نصف شب با ها یا چویم نصف شب نبو با سری ایوارده ها تو بیا قلم رو دوی ناکا کن در سری کشکه تو ناکا بیا لب رو دوی جبرات پستان تنی پرکنه هن تا بگینه برا آدن پادشه که هیا مسلمان که حقیقیه ولی احمد که لزگی اول بخشی روی کره روی گلالی آدل پادشه گل بله تو یک کاسه سربسته دو تا آب یعنی چه؟ یعنی این که به حساب لشهرک لدیارک لقصبک لبرازک دو بیرون روان خاطر نیاب تو مسلمان یا از زمان بود گل خیر گو یک بخشی دو بخشی سه بخشی چهار بخشی تا نه بخشی هم گره بینه با بخشی که خیر هوا نه بخشی بینه اگر نه بخشی نبخش لزگی خاطر کنه به ادام نابودو یک دهمی به حساب با بخشی که من اشکناس هم تنیدی اگر بخشی و بخشی رو اشکناس بله آقا تا نه بخشیان عادل پادش آنی و لزگی ها اشکناس الباقی باید بخشیه سفرانیه که نوکر عالمه خواه دی اگه هر اردبیله
نظر کرده امیر مؤمنان لنگر زمین آسمان مولای متقیان شوهر بی وزنان صاحب بی کسان پدر یتیمان لزوره الرحمن نویس لؤلؤ و المرجان فوی هالاء ربکما تکذبان. یعنی چه لؤلؤ و المرجان؟ لؤلؤ یعنی چه؟ یعنی مثلا دریای لؤلؤ را به هم دیگر رسول محمد مثلا مرجان ازش گرفتم. مثلا دریای لؤلؤ کی بود؟ یکی علی، یکی فاطمه دختر پیغمبر. مثلا مرجان کی بود آقا؟ یکی حسن مجتبی، یکی شیر سرخ صحرایی کربلا حسین بن علی. نوکر حساب نظر کرده علی به حساب خسته قاسم اگر ببینه مغفره بخواد سکان بخواد جلو بیکن. امیران از برای سلام گشت را خدمت عادل پادشاه سفرانی گشت این سلطان سر بر یه توی با بود چیه؟ چه که قضیه قرار گفت من در عالم خواب دیدم و از شبوشل عالم خبر دیم بخشیه که نبراتی اردبیل حیات گفت چون تا خبردی اگر و خواهر بینی اصلا خیلی رد ابی آقا اکوا خودشون بیاد تلیل لحن جماعرات و نامه نویسی مدت های مدی خیلی فاصله کشاد آقا تا گشت نبراتی اردبیل سآل کرد که واسه آسا بیدن نکرد گفت نبی مرزه آقا نبی تقایا خرسیات چون سآل کرد خسته قاسم کی را بکن نامه ده از خسته قاسم مطالبه که با این سفرن دو کرد و جوه گذاری نبراخه و اگر سادگیر اسلام ننوود نهاتا چون سادگیر اسلام وقتی من حالی زدی با ها خدا بودی که با حنه اما این پیشین اصل ها کشندن بنزین دارنشین آنها خواهید آبید آسوی اصفال لک در خانه کامل خانه زیر سیار و بسار که خواهی حمایی که آقا این پیشین وارد خواهی بابه و آتن جیان را قربان که گشمال بوده و از بیدی را که هر رفت تشکلی این پیشین دنگل لیوم لوزی حملیت سیاره مثلا وقت اصلا تخمی تماشا کردی که لا براکست بیاره در هر ره به مثل مرق سبک رو خو آوید دست آوید از که از بیار ای عزیز من سر عمیده بگرم کار کاری فرق محايا وعليه قصبك تم برنا تدري حولي بركبي آي خلصة قصة لنجا خبر کردن دستان یاره اسم دتار کشان اجز ارحال دکه بده اندکه بخل سربران سلامتی انصار بجه
oldu ay çapını vavşirde gidip ay kekin gördü جمال آیتک حسن فریزاد حد فریزاد علم دام دل بیداد خنجر آراد علم جلال یارا های شبی لباو خوش دلم جد جد بیدگی علی جد جد عاي الصوت سرج هج أرض قراير مجيء هجهم لا قراير مجيء على كذا بشوصل يا أبو شكل جوزي مجيء يا لجو زن هم خیلی زنن هم خیلی نزنن مولوی کسی شد که باید دوفه دوشن دوریه کرد زه هر دو گوشکو که کرده شهفن همیزه یکی نمی پیلا روح کبی نوار بی گوشکه تا قاو کنه و میسه کل زرنگان نتیجیب کنه اگر تکلا تاشه خیرن لابی ادا قاو که گفتا که شهفن بیوی تاری لابی زده لبوهی لابی گوشکه تا گفتا که زه هر دو گوشکو کرده حسن جو وره نبلو امو تو باید گوشکه حابنه به علی قسم زن هفته و یک مقام زنن هفته و یک مقام زنن هفته مقام دادم لیه یک خوبی آقا دانه بند گریه دانه گریه که بابه میره خوکا رد نکنه فانوس تله کنه زمان لا میله بر رو توقع های لگپی همراه خلاص قاتل
سر ایوان را کبر را نکردن سجوت کفن روی را نکردن اگر خور خروال را نکردن من همیشه من را کده و خواب چیه تو وگر را کده بنده شبیش عرض که خدمت سروان اینو سرحان خدمت و عرض دکم دو تشکت پیردان بعد ورد دون و خود با ترکیب دون بچه ورد دکمه یک جن گوشت رو که داگری گنی روه گره بگذید جن یا گوشتم مرج خالیه بعد وزن دون و خود با ترکیب دون خواهد پشت دون و خواهد داری دون پیسی مانند دون بزنجی که وقت پیر دو سر قوغان موی ارجا با کف به حساب گبرکا سر قوغان دگره اوچی بدوز دو موتی بدوز هر چی بدوز دو حمرانی که حمرانی خواهی نخواهی اجازه گرد و از تو بیتر برگرم تیه گو چه وقتی گو تقریبا میاد 10 دقیقه 20 دقیقه بکشید نگیره گو از یوتی گو مال بابتن نه آقا در وقت که باید وسیله خداحافظی گرد دو کیندرات قسطنطنیه مدت های مدید رسول آقا نت وید به حساب کلات زاوکه ها خود کوتی از شاقال تطمه ریش بگیره نرگس خانم قیزه به حساب حسن وزیر مدت 7 ساله برکتی او باشه یعنی شنه دزیه نقی بگیره کبه سید بگیره کبه قاضی بگیره کبه هر شی حرفت شماره بدبختی شماری که یه پیش مدت برو خواهی بجی حل دگر چون به حساب جن به اندازه که همت بلندن خیلی همت بلنده گو بیسر لایی خالی بجورت نکنه که نکن خدا گو کاره برنید دو جار دستو دو خوشی کرده به اندازه که همت بلندن چند نوکر خواهی تمام شد چچک آقا بنا و سفرانی نوکر با قوقا خوش تران یک حکم هست چرا که بر رو بروی بی سرکرده کرد حجر لقت و قامته بی سرکرده تباشه کرد از ببین جا سر امریتا بگرم برقتی که تن باشکم شکلتا گسکم زبانتا بمجه هر کتیوبتا ببین عاشقتا مگر از جنرال کتیوبتا ببین عاشقم ببین گو بوخشی من ناس نکر بید جا گو مگر تن نصر در رستم زال دوی شب حساب فرامرد و افراسیاب دوی تو مجن خطاب دکی گو ببین جان در جالیتا بگرم ناس نکر بید جان آقا گفت دستو تا که برسن اسم بابیده سن اسم اوبیده گفت برای قبلش یه مکش رو کن برای خود تو کشن بیاد شد که سری با گفت ای بیده جان تو باید هیکلی خواه تو باید بید حساب اوی خواه دخوازی بخشت نوازندک بکشی اگر تو بین من برای اوی اوزا اوی تجبرت اوی سعدات شو دوره گرده کن گفت سرطه گفت برای کچیه گفت هوا کنه ترکیب را گفت این برای بیاد که چایشه نکنه اگه ما قبول کرده برده بگه قبول نکرده ریزی بگه برونه دو قلسر فاکرونه و لسر با خارانه و لسر با تیکارانه رونه و چرکم دو قد دستور بدن ادیال اگه فتوک لبن مدین المال شدید خود باید وقیل قرونی در برکت تو هره اگه فتوک جان لسر فتوک رونه گشک اوقات کنه که بیل خواه رو بیا که لاوک تا اوقات چند خواه رو بروی گشک سکنی گو طرف نگاه کن گو بی جان
سر امریکا بگر هر که او را میده خمه امروز رو مورو بودن بیاد پهلوز از این حلقه تو بتا بکنم و شیرانه تنه آپادی خویشی باشده یار 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 جارو حیرا بازی بایی بوی شده هدی شبیل باشیری دربام خیلی یار 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 احسن بارک الله گشت که و احسن بارک الله آفرین همه 17 آفرین 18 مرحبا رکشتنی رفتی دن گستاوتک ورّه سازک ورّه جوانیک ورّه اسبک هاکا و آری و ناداری کتیه اصل خود ویلاکا خسته خسته
که اصل خواه تعارف بیا کرد اصل بیاد در نوکره خواه اصل نوکر بیهزگر و خواه سیارو گو که تری گو امرا و سر هیلی سامای وردگر بستر به حساب پای جوین تهره بستر شفیابات و محمدابات دو بودو الها تره گو بیانی دین ناش دوالاتی برا رد گو خیلی بودو خدا برا بحر برا بحر آقا کچه تاب خواه رو اما نوکره خواه گذانی ناید نگو نا با آنمه که گو گرمه و از رک بلده از در واره هر ام ساعت واره هنی تنه دیوان در بقیه تنه بلده خود چونه کاش که آقا سیارت دتری که هر را پشت سر با هفش دست یارا ناگی پشت سر بیا چون جشن ولاتی آقا اصل خواهی که لباس زرانه جخواهی خسته لباس مردانه جخواهی خسته شدم من دوش کش که یا من دوش واقعا هیلیه بدن لبای لجا خداری خرد مشتفی جواب کرد و خلمک و حضا خلق آورسته و پیوسته پیراهن حریف دوربین حالا نزدن بیا آقاش قرونش که اینگا با لاپاته های ایرو های سبا های ایرو های سبا های ایرو های سبا خوارک نو دست باشه آقا خیلی خیلی دست باشه واقعی راتیه و کشکر بود جارم بود لواس مردانه نخواهی که شهر به شهر دیار به دیار قسمه به قسمه برای شب کوچه کوب و اوبه و اوبه گردش تکن اگه هر آدمی کوبان حد به هر خواستن تنی غریب بلافات آداره نمیره آقا بالا داکتم چون که لواس مردانه نخواه کن اصل خواستین که دیسا شمشیرهای پایینه داره لپیشتفه کنه اول کردن جاره بویا هیغره اسف کشی کلفاته باشه که مانند زیر شام زنده یولی بیار رد و هرچه والنسان بام کرد نو جتاره که خواه و حلالی در سویه اتفاقه که خواهی کچه که آخرین والا سویه لکن بولا دیو که بده ارز دکم نمول سيدوه هايدو جسيب الثاني قايد نمول سيدوه قايد نمول سيدوه جيجي جيجي جيجرا جيجي جيجي حوالا جيجي جيجي آخ دیگی یار دیگی جواب نداد سفر تماشا کردن که کبوت که چی نداره خواه وقت که آغاز آشقه
ها بنه کسی که بیان مثل موری قرخود و زرد کاسر حوله و حدا تکان دکا چه تکیم لبت داری یا مانند شما برعه برکت مانند خنجر اسرام و زبرنگار با بازرگان تاوده کوچوبی لخاقه یه شخص تو شیره کل سری بی به حساب گوتیق یا شمشی تیقه به حساب چیل بخشی ها کن بردکه به سر پتلکی لبرگان لبکنه چه تکی لبت داری حلقه های جاب که انهو به قد قامزلی خواه با کراسه حریزی با کراسه توری لخواد کردی از سری جیجگه از سری جمی تورا برکتی جمی تورا برکتی آقا دسته دلک انوار نبی دونش کندن یک لب رو بسکنه جویدم زبط کردم شرم شما ده عرض خدمت سرواران بیشه سرحان عرض کرد دو تشتان لکش کن معلومه که دست خوردن نه اگر تدی سری بری بی سویر دکرده با به حساب برنده خام برنده سویر دکرد دست خوردن نه اگر تدی سری زمانه بی سویر دست خوردن نه اگر تدی سری زمانه بی تاریک گاوی دکر به حساب سری که از دور حقای تاریک خال قریه خیلی رشیه بزرگ دست لبورا کردیه بورا این باشه نظام شه آخره هیتا دسته خود داری نکنه اول حقا کرد بس آدی خرایی قصر و مرد شورا آخر ازان تیخته بشید قصر بونا مکم داری برا مکم دونا داری که بعد از بگیره خواه عجینه را ها؟ یه مرد در بگیره که خواه عجینه را خسته واسه بودن از گفت جان نداری پنجره بکی گواران خواهی اسفر گفت جان نداری پنجره اسفر گفت خواهی اسفر هنه مدیه مکردی کام کنه مدد شله یه گفت نو امرو که قد مزدامت کشان گوشا چه گفت مزدامت شله هیچه گفت چه جوری از هورد کتا بوام شفاره قد نو کشی شفاری میگونه بیاری قد کنی جا سر نیاده توی درستو نکی گفت تو سرم گفت بله گوار هنه آقا وگر این خاطر ایشم بودن میوانه بیا وارد حالی بیا بود و کشفر بود بودن اصلی بیا حالی برای لحظه گرن آقا راحت کردن جاجر دو به حساب جا پلک کنن چی از در وقتی که چی از جوید برو دسته که خواب بیدن دو شقه کشکه یا بودن سر بیده بیا حالی قلصه تخت داری بوده بخواه دستن نبید ساعت دو سال هم را برای ایش اشتراک کرد رون چه خواب بخوان قضی خواب بخوان پاش هاتا بیرو که هوا را کلی آقا زیده بیا خوش ختم باشه که دیشین دو تبلی پیشی از بخواب حضر از بخواب گوستم رو دادن این است گلای چه که گوستم نبی خبر اون من آقا گوشت تا خبر کنه و مال شفتی ارتقا گره لحجا گره خواب بابی اتاق هاتا چه کچ کرد بیا حالی لوی خیل ویلی لوی خیل ویلی لوی خیل بدید مال شفتی ارتقا گره داشت ولیمه برخینن ولیمه قاضی گفت ولیمه برخینن و برخستن و اول برای ترر با در افراد تین نبرا و خوبین حالت این تین نبرا گوشته و بیبیله و ببرنه تیکنه مثل اون برخنه بالا خیفا جهت تهیه این CD و کاست به اسفراین زل جنوبی میدان ساعت استدیو کرمانش مراجعه نمایید.
تلفن تماس 722 85 04